ببینید فاطمه رو آوردن. بالاخره پیداشون کردن. طولانی ترم جدید رو تبریک میگیم. جمله معروف که چی؟ سگ کلاس 8 صبح میره انگل. دقیقاً. بچه‌ها من وسط کلاس بودم که بارون اومد. الان داره بارون خیلی تند و من یخ زدم. واسه هم کلاس ادبیاتی من تا دوست دارم که دارن دنبال بازی میگردین. تیراندازی. بچه‌ها اول از همه وایب اتاقم بهتون نشون بدم. امروز روز اولیه که دارم برای ترم جدید میرم دانشگاه و دارم لباس انتخاب میکنم بپوشم. نیم ساعت دیگه سرویسمون میاد بعد سریع آماده شم. بچه یکی از روتینایی که من همیشه اول صبح دارم گوش دادن به پادکسته و این یکی از Good Cry، یکی از Really Good Cry، یکی از بهترین پادکست هاییه که واقعا دوستش دارم. اگه دوست داشتین حتما ببینید و همزمان دارم آماده میشم. اول از همه بچه یه صبحونه ساده بزنیم چون مایکروفون نداره و از این استفاده کنیم، یعنی رو پاس داغش کنم. دیروز خریدم. یکم راستش هم هیجان دارم هم استرس باید امروز و همین به نظرم روز خوبی میشه. شاید خیلی خوابم یه چشمم قرمزه. خب بچه ها من دارم میرم دانشگاه و لامپو ببندم. سرویس هم تا چند دقیقه دیگه میرسه. کفشم بپوشم بریم. اینجا دارم لوله کشی میکنم. هم باز باشم باید کلیدی تحویل بدم. دیدی؟ فاطمه میاد بالا. بچه‌ها ببینید فاطمه رو آوردن. بالاخره پیداشون کردن. طولانی ترم جدید رو تبریک میگیم. دقیقاً. و سال جدید هم به بچه‌ها تبریک میگیم. آره بالاخره گیرش آوردم دیگه. میتونید کامنت کنید جواب بده. وای خدا. نه واقعا من اگه نبودم عذر میخوام. آره ولی بچه‌ها شروع سال جدید همیشه کلا شروع نو یه حس خوبیه. آره واقعا. ببین اصلا تو شروع حالا مثلا میخواد شروع درس درس حس خوبی نیست. ولی واقعا من میخواستم پاشای داشتم. بستگی داره تو اون درس رو چی ببینی، نگاهت به درس چی باشه. مثلا اگر نگاهت به درس باشه که فقط بری مثلا روزمرگی مثلا اینکه بخونی الکی آره خسته کننده بود. ولی اگه واقعا علاقه داشته باشی بچه‌ها ما اینجا باید کارت پد نشون بدیم. آره راست میگه. بذار بریم تو. ادامه بده من اینو بذارم وسط رو. این دیگه ایشون هم فاطمه خانومن. معرفی کن خودتو. فاطمه هستم. نه دیگه اینطوری نه، به بچهای ولاگ معرفی کن. خیلی صمیمی معرفی کن. من انسان خجالتی هستم. نه من خیلی دختر مایه. خب فاطمه جان ادامه بده. آره فاطمه داره خجالت عادت نکرده. خجالت نمیکشم. اوکی. حله. بچه من میام برمیگردم. دانشکده بعد مدت ها من برج میرم. اونجا یک درس باز نیست. بیا بریم تو. این بری نمده یادت رفت. فاطمه جون دوباره بچه‌ها 2 ماه نبوده در دانشگاه رو یادش رفت. ببین آره دیگه ولی اشکالی نداره یاد میگیرم. فعلا 1 سال اینجایی. فاطمه جون یه چیزی بگو گوگلی. ببین مثل من باش میبینی که من حرف میزنم ولی خودم بچه‌ها میگن این دیگه چقدر پر میشه. الان روز بعد فاطمه موبایلشو میگیره بلاگی. یواش خدا بعید نیست. یواش بچه بریم سر کلاس. از یه راه مخفی داریم میریم حس میکنم. نه ببینید چه اتفاقی افتاده اینجا. دارن پارکینگ طبقاتی بله. می‌سازن. بعد سر تا سر اینجا رو بستن. دقیقاً. برج میلاد. از داخلش ببینید دوربین رو باید بدیم بالا و ببینید. نمیشه دید خب. اون جلوتر هست بیا. بیا به بچه‌ها نشون میدم شما ببینید. ما بعدها رازی هم فاطمه جوری میگه که منم مشتاق میشم.
همچین هم مشتاق نداره ولی خب چون هنوز نساختنش. ولی حتما ولاگ گرفتی از قسمت چی؟ آره اول کتابخونه پارک کافه بانوان. کافه بانوان اونجا بریم اونجا کافه بچه‌ها امروز دانشگاه ایران جزو یکی از بهترین دانشگاه‌های ممکنه. واقعا چرا؟ چون کلی هر دفعه همش میان چیکار میکنن؟ مثلا برای بچه‌ها دیدی گیم نت زدن توی گیم نت زدن. آره. گیم نت زدن و یه چیز دیگه هم که هست اینه که یه کافه‌ای زدن مختص برای خانوما. حالا من نمیدونم این که میگم مختص خانوما یعنی خانوما اونجا راحت میتونن مثلا حالا حجابشون هم بردارن یا نه. یا مثلا نمیدونم اینم خیلی میگن که آقا چی؟ نه مثلا خب نه یه لحظه مثلا دیگه مثلا اگه کارکنانشون هم خانوم نباشه مثلا آره راحت آدم باشه. اگه این اتفاق مثلا باشه خب فکر کنم تو ایران اصلا نداشتیم که دانشگاهی که فقط کافه بانوان پارک مثلا تو اصفهان پارک مختص بانوان چند تا داریم. بعد پارک‌های قشنگ و بزرگ و خیلی قشنگه. بنازم. آره. مثل اینکه اطلاعات من اصلا کافی نیست در این زمینه. ولی دانشگاه واقعا خوبیه دوستش دارم. رستورانش، کافهش، گیم نت زدم. من کوچیکه. من خودم گیم نتشون نرفتم حقیقتا ولی کافه بانوانشون رفتم بس بارون میومد دیروز پریروز تو تهران. پریروز نه. پریروز میومد دیروز نمیومد. این ولاگ من چه هفته بعد میذارم خب یعنی یک هفته پیش. ولی ولاگی هستش که دوستان خیلی چیزای عجیبی درش خواهیم دید. آره. ادامه بده. امروز بریم گیم نت رو ببینیم. گیم نت رو ببینیم. کافه بانوانم بریم تو هم وای چقدر هیچکی نیست. در اون جمله معروف که چی؟ سگ کلاس 8 صبح میره انگل. دقیق اینو میذارم اول ویدیو با این شروع کنیم. بچه ها بریم از اینجا تو خیلی ادامه داد. من سعیم میکنم که روزو نشون بدم. لطفاً در واقع استفاده هستی. تو برو اول. من فاطمه وسط داریم برنامه‌ریزی ترممون انجام بدیم بعد به این نتیجه رسیدیم که مثلا این 204 ببین دوستان اینجا اگر 261 صفحه روی 5 صفحه هم بخونیم تقسیم کنیم 260 52 روز طول می‌کشه تا این اتمام. اینجا فهمیدیم که خیلی گندن ترم تموم میشه ما هنوز در حال خوندن نه دیگه ترم نده ترم تموم شده مرور باشه من چه موارد مزمن که حداقل 2 سال از ابتدای فرد گذشته باشه ممکنه هایپرپلازی و متاپلازی مجاری صفرایی ایجاد شه که این یک کارسینومای نادر مجاری صفرایی هست که اصلا کارسینومای مجاری صفرایی نادر کارسینومای مجاری صفرایی یا کلانژیو کارسینوما موارد کارسینوما بیشتر توی اوپیستورکیس گزارش میشه تا کلونارکیس که حالا هنوز بعدیه در موردش صحبت می‌کنیم. تهاجم ممکنه که توی اون عکسه که نشونتون دادم دیدید خودکر ممکنه به جایی که بره به سانتی کبد بره توی کیسه صفرا. خودکر ممکنه وارد کیسه صفرا بشه و التهاب کیسه صفرا یا کولسیستیس بده یا اینکه سنگ تخمش و خودش ایجاد سنگ کیسه صفرا یا کله. بالاخره کلاس تموم شد بعد 1 ساعت و 45 دقیقه. ساعت رو ببینیم. نه مثل این خرابه. تموم بشه به خدا. دقیقاً. با خوشحالی بلند شدیم که بریم.
بچه من کلاس دارم با شاگردم، دارم دنبال یه جایی میگردم که بتونم کلاس رو برگزار کنم. حالا بین اینجا هم الان نمیدونم کجا برم که یه جا باشه تو سکوت بتونم هم تدریس کنم هم تمرکز شاگردان من نکنم. چه تو محیطه دانشکده‌ام، ولی اینجا که نمیشه، باید برم جلوتر. چون اینجا رو پیدا کردم، پشت اداره است. دیگه جایی بهتر از این نبود. کلاس هم شاگردم شروع کنم ولی کلاس بچه من وسط کلاس بودم که بارون اومد. الان داره بارون خیلی تند میاد و من یخ زدم خیلی. این که میبینین خلوته، چون همه سر کلاس هم. من این تایم کلاس نداشتم، برای همین کلاس با شاگردامو گذاشتم و الان برم سریع تو چون دارم یخ میبرم. ببینین اینجا رو، بارون رو ببینین، خیلی خوشگل شده. بریم بالا. از دست نام بازی دانشگاهه. ای باید برم این ور اون ور املا بگیرم. من درگیر هم چه دارم میرم نهار بخورم. من تایم نهارم بود، گفتم که برم نهار بخورم. بعد دیدم که ناهارمو برای خوابگاه رزرو کردم، یعنی دانشگاه نمیتونم ناهار داشته باشم. واقعا خیلی رو اعصاب این داستان. الان گشنه قرار تا 3 بمونم. یه کیک خریدم مگه اینکه اون رو بخورم. من دارم فکر میکنم برم کتاب خونه یا برم نماز خونه. بارون قشنگ رو ببینیم. نظرم عوض شد، میرم کتاب خونه. واقعیتون از پله‌های اینجا میترسم. کلا ترس از ارتفاع دارم. برم کتاب خونه کتاب بگیرم، بعدش یکم گوشیمو شارژ کنم و درس بخونم. چقدر قشنگ شده. ما سر کلاس ادبیاتی و تا دوست دارم که دارن دنبال بازی میگن. اینو معرفی کن. سیمین بودی دیگه. خب سیمین دوست جدیدمون. ما در ادبیات نمیخونیم، بریم کلاس و بازی. یا مشغول بازی‌ام. من اصلا بلدش نیستم. استادمون تک تک داره اسم اضافه. اسم صدا میکنه، نمیدونم داستان. بریم اینو بزن. یه دونه رو بزن، میخوام
نشون بده. یکی بزنیم می‌خواستیم بگیره بعد یه دونه بزن، یه دونه که بلد باشید، نبازی همون اول. سیمین بلد نیستیم یه خدا نصف تیراندازی ببینم کدومتون میبازین. تیراندازی؟ بباز به وای خیلی خوبه. بازم خوب بود. فاطمه تو بزن. من نوات سه تا سران سیمینه سران آها اوکی. من اینجا فقط بینندم. من قرارم نیست بازی کنم چون میدونم بلد نیستم. 8 زد خیلی خوب زدیم. فاطمه هر وقت اومدی تو کار بگو. اینجا تو کار. یه دوربین الان من میگم اون جهت باد دقت کن. اینجا چیزایی که اینجا یاد میگیریم فقط سر کلاس. چیزایی که تو کلاسمون نمیدونم یادمون نمیدن دقیقاً. ما همچنان درگیر بازیم به خاطر اینکه کلاسمون نمیدونم چرا شروع نمیشه. حالا حضور قیاب میکنه یکی کلاس 160 نفری داره. ببین چه جوری داره حضور، خیلی هم نمیدونم چرا، مثلا اینطوری که استعداد میزنه بعد یه چند تا مکالمه داره که نمیدونم داره چی میگه. اینکه رفتم به چی میگه. ببینید اینجا بچه‌ها بالاخره روز سخت امروز تموم شد. بعد 2 ساعت کلاسی که هیچی هم توش هیچ کاری نکردیم، فقط نشستیم بازی کردیم. من خیلی خستم، دارم همینجا تموم میکنم چون دارم برمیگردم. تو بلاگ بعدی میبینمتون. بای.